السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. تفاهمنامه همکاری در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای معتادین بین اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و معاینت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به امضا رسید. دشمنی 65 ساله بین سه خانواده به وساطت مولوی عزیزالله مصطفی معاون والی ولایت ننگرهار و بزرگان قومی این ولایت به دوستی تبدیل شد. ده تن از منصوبین ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله از سمینار آموزشی ارتقای ظرفیت سند فراغت به دست آوردند. شماری از مجاهدین پس از آموزش‌های مسلکی در بخش محافظت رجال برجسته فارغ شدند. 41 تن مدک شفاخانه ملی و تخصصی پلیس پس از آموزش‌های مسلکی کوتاه فارغ شدند. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.